شام بخیر عزیزان. طرز پختن خلب در شرایط خانه. خمیرش این خمیری است که شما با این خمیر آشنا هستید. این همان خمیری همکاره است. در کانال ویدیوش هست و قالب خلبپزی این همین قالبی است که چخیل میگن قالب زبود. این در بازارها فروخته می شود. این قالبی است که در زبود خلبپزی از همین قالب استفاده میکنند. اگر در یاد داشته باشید این گونه خلب ها هم درازرویه فروخته میشدن پیش و حاضر و هم گیرد. حاضر از این به فکرم کمتر استعمال میکنند و این قالب از سال 92 به فکرم از دوره نمون جنگ ها وقتی که دشواری ها بود این قالب در من هست و من گاهی وقتی خلب میخواهم از زمین استفاده میکنم. خوب خمیر رو داخل قالب خلب میکنیم، خلب پزک میکنیم و تقریبا 40 یا 1 ساعت میمونیم ایستاد. برای چی؟ برای اون که باید خمیر لب با لب همین قالب برابر شود. انا وقتی که دیدیم که خمیرمون لب با لب قالب برابر شد، این میتواند 40 دقیقه وقت گیرد، میتواند بیشتر کمتر. برای همین نگاه میکنید که وقتی که خمیر لب با لب قالب شد اون رو در تفضل میمونیم. حرارت 170 درجه 50-60 دقیقه 1 ساعت عادتا 1 ساعت میستد و خوب پخته میشود و خوب خلب تیار شد. حاضر آن را از قالب میبرارم و داخلش رو بریده به شما نشان میدم. این قالب بسیار قالب خوب است. تنها یک نازکی دارد. نازکیش در این است که بیرونش رو با هر محلول کیمیایی که میخواهید میشوید ولی داخلش رو تنها مثلا یک بار با آبگردان کنید و پیچانیده میمونه. داخلش رو اگر با سیمک یا با یگان محلول کیمیایی اگر شوید دیگر دوم باره وقتی خلب میپزید میچسبد. برای همین داخلش رو اگر خریده باشید یا خریدن خواهید داخلش رو هیچ وقت نرسید، تنها یک آبگردان میکنید و دفعه دیگر کمتر روغن میمورید خلب دیگر نمیچسبد. اگر با یگان سیمک یا محلول استفاده کنید در وقت شستن داخلش رو میچسبد و دیگر برآوردن خلب دشوار میشود. برای همین دیگر این قالبی چخیلی میگم قالبی که در همین زباد خلبپزی هست فروخته هم میشود. از این قالب ها در همه جا هست، میتوانید خریداری کنید و خلبش بسیار همقدر بامزه میآید، همقدر خوب میآید که حتی از بازاری از مغازه بامزه تر و خوبتر میآید. یک بار همین دستور رو سنجیده ببینید و امیدوارم به شما پسند میاد. بسیار کوک و خوب آمده است. حاضر همه قبط هایش رو میبرم و میبینید که هر یک قبطش داخلش پوره و خوب پخته شده است. وزبین نیست، دیلدار نیست. اگر همین دستور رو رعایت کنید یک بار امتحان کرده سنجیده ببینید. این دستوری هست که نمیدونم از اکنون حاضر اونقدر نمیپزیم ولی سالهای پیش وقتی بخصوص زمان جنگ بود از همین میپختیم و نیاز خود رو برآورده میکردیم. امیدوارم و شما این دستور پسند میآید. آن رو سنجیده امتحان کنید ببینید و برای خودتون خلب خانگی آماده کنید. تشکر زیاد برای دستگیری هایتان. تا ویدیوی دیگر، تا دستور طعام های دیگر، خداوند نگهبانی ما و شما. تا دیدار دوستان عزیزم.